داشتن مثل نمنم باران است، کم کم میآید و گستره چمنزار را به درازا میکشد. بارانی دوستتان دارم. عرض سلام دارم خدمت بینندگان دنبال کننده پایگاه تلرسانی معیارجل. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم در بین مردم تا باهاشون درباره اهمیت کتاب و کتابخوانی صحبت کنیم. با ما همراه باشید. جناب حالتون خوبه؟ ممنون، خسته نباشید. ما از طرف پایگاه تلرسانی معیارجل اومدیم تا گزارش درباره کتاب و کتابخونی بگیریم. شما آخرین کتابی که خوندین چی بوده؟ آخرین کتابی که من خوندم در رابطه با کارم بوده، در رابطه با کرامت ارباب رجوع مال حراست. و چه کتابایی رو به مردم توصیه میکنین برای مطالعه؟ برای مطالعه بیشتر سعی کنن توی اوقات فراغت کتابایی که مربوط به روزمرگی زندگی و اجتماعی میشه سعی کنن بخونن، خیلی خوبه، چون ذهن آدم رو واقعا آروم میکنه. بعد به نظرتون چه تاثیراتی توی زندگی آدم داره مطالعه کتاب؟ کتاب میگم ذهن انسان رو واقعا آروم میکنه و معلومات انسان رو بالا میبره. حالا اونایی که باز متأهلن سعی کنن کتابای اجتماعی رو بکنن که توی زندگیشون واقعا تاثیر خوبی داشته باشه. خب شما برای اینکه پسرتون به کتاب خوندن علاقه‌مند شه کاری کردین؟ بله، سعی کردیم بیشتر براش کتابای کودکانه بگیریم، کتاب قصه و کتاب داستان و همیشه اینا براش میگیریم که به کتابخونی و اینا علاقه‌مند باشه، که توی حداقل مدرسه و درس آینده هم براش کمکی باشه، یکم جلوتر باشه. اگه بخواید یک کتاب بهم معرفی کنین چه کتابیه؟ من روز به نظر سنسالی خوب بیشتر کتاب آداب معاشرت، خب کتابایی که مثلا تربیت فرزندانه و بچه‌هامون هم توصیه میکنم. من چون یه دختر دارم بهش توصیه میکنم به کتابخونه سر بزنه، مشغول کتاب خوندن باشه میشه. و از این سوالی هم کردین خیلی خوشحال شدم. خیلی خوبه که ما از نظر سطح معلومات انسان بالا میره، آموزش درسی، چون حالا دیگه همه چیز شده از نظر آنلاین، میتونن بچه‌ها از همه طریق کتاباشون رو چی کنن. مثلا آموزشگاهایی که در سطح شهرمون هست میتونن بچه‌هاشون ثبت نام کنن کتابای زیاد از نظر درسی، زبان عربی، از نظر تربیت کودکانمون، از هر نظر که بخوای خوب، خدا شکر. آخرین کتابی که خوندین چی بوده؟ من توضیح المسائل میخونم چون سنم بالاست. بعد تأثیری هم تو زندگیتون داشته؟ آره زیاد. از نظر من بیشتر کتاب‌های دینی رو میخونم چون از نظر سنم بالاست. بیشتر دیگه الان کتاب‌ها زیادی هست. خب مثلا کتاب‌های مهدی سهیلی بود، اون زمانا میخوندم، ولی الان بیشتر کارم با قرآن و اینا هست. کتاب‌های دینی رو زیاد من میخونم و خواهش میکنم از خانواده‌هایی که بچه‌هاشون رو به کتابخونه راهی کنن که بچه‌ها تجربه چون بهتر از این که بچه اگه سرگرم کتاب خوندن باشه بهتر از اون که به مواد پی ببره، به مواد مخدر کشیده بشه. از هر نظر بگی کتاب‌ها واقعا رو انسان اثر میذاره. ما امروز اومدیم درباره اهمیت کتاب و کتابخونی گزارش تهیه کنیم. آخرین کتابی که خوندین چی بوده؟ کتاب ملت عشق. میشه داستانشو برام توضیح بدین؟ کتاب در مورد یه نویسنده خانومه که از اتفاقاتی که توی زندگیش افتاده میاد صحبت میکنه و یه نتیجه خاصی هم داره. بعد تاثیرات کتاب توی زندگی چه چیزایی میتونه باشه؟ باعث بالا رفتن فرهنگ اجتماعی میشه، قدرت بیان بالا میبره، باعث روشن فکر شدن میشه و فرهنگ اجتماعی در کل با خوندن کتاب بالا میره. اگه بخواین کتابی رو بهمون معرفی کنین چه کتابیه؟ کتاب حضرت عشق. کتاب حضرت عشق شاعرش یه شاعر از بومیای خود شهرستان خودمونه و اینکه
توصیه میکنم این کتاب رو بخونید حتما. یه قسمتی از این کتاب به صورت اشعارش بلوچیه ولی بیشتر فارسیه و اینکه کتاب خوبیه، در کل بخونین ازش لذت ببرید. سلام بانو جان، حالتون خوبه؟ سلام، خیلی ممنون، مرسی. شما خوب هستین؟ مرسی. ما امروز درباره کتاب و کتابخونی گزارش تهیه کنیم. آخرین کتابی که خوندین چی بوده؟ والا آخرین کتابی که من خوندم 23 نفر بودن که راجع به 23 نفر پسر بچه است که در زمان 8 سال دفاع مقدس اینو به اسارت گرفته میشن و وارد یه فضای جدید میشن. و تاثیر کتاب بر زندگی آدما چیه؟ کتاب تاثیرات زیادی تو زندگی داره. خب یکی این که تعلیمات آدم میبره بالا، آدم میتونه توی جمعی که هست قدرت بیانش میره بالاتر، راحت‌تر میتونه راجع به اون موضوع صحبت کنه و در کل تاثیرات مثبتی داره. یعنی من خودم به عینه دیدم این تاثیرات رو با خوندن این کتاب. راستی آخرین کتابی که شما خوندین چی بوده؟ میتونید اسم اون کتاب رو برامون کامنت کنید. مرسی که تا پایان این گزارش با ما همراه بودید. در پناه حق، خدا نگهدار.